جمهوری تاجیکستان دارای ذخیره‌های بوی اقتصادی سبز در ساحه انرژتیکا، کشاورزی، استحصال محصولات از لحاظ اکولوژی تازه میباشد. اقتصادی سبز یکی از سمت‌های معاصر علم اقتصادی میباشد که سالهای اخیر توجه به آن بیش از بیش می‌افزاید. کارشناسان میگویند که اقتصادی سبز در آینده همه ساحه را فرا میگیرد، از جمله در ساحه کشاورزی به جای نوری‌های مینرالی استفاده نوری‌های ارگانیکی به جای زرخیمیکات‌ها، اصول بیولوژی حمایه زراعت، بنیاد گرمخانه‌های آفتابی، براه ماندن اصول قطرگی آبیاری زراعت، ذخیره نمودن آب برف و باران در موضع‌های کم‌آب دارای منفعت زیادی اقتصادی و اکولوژی میباشند. با این مقصد در شهر دوشنبه با ابتکار مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با نمایندگی منطقوی بنیاد کنراد ادناور دایر به آسیای مرکزی همایش منطقوی را تحت عنوان همگرایی کشورهای آسیای مرکزی در پس منظر دیگرگونی‌های معاصر جهانی از جمله اقتصادی سبز، حالت و دورنما برگزار نمودند. همایش طریق حضوری و مجازی برگزار گردید. در همایش حالت و دورنمای رشد اقتصادی سبز در فضای آسیای مرکزی از جمله نقش رشد اقتصادی سبز در پیشگیری تغییریابی اقلیم مورد بررسی قرار داده شد. استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی و جاری نمودن تکنولوژی‌های سبز در کشورهای آسیای مرکزی، تأثیر تغییریابی اقلیم با آبشوی پیریخ‌ها و ذخیره‌های آب، روش‌ها، استراتژی‌ها و تشبث‌های کشورهای آسیای مرکزی در سمت مبارزه با تغییریابی اقلیم و تطبیق پرینسیپ‌های اقتصادی سبز از قبیل موضوع‌هایی بودند که از جانب متخصصان جهت حل و فصل این مسئله‌ها اندیشه‌رانی کرده شد. ذکر گردید که جمهوری تاجیکستان در راه رشد اقتصادی سبز قدم‌های استوار گذاشته است. طور معلوم است با شرافت انرژتیکای آبی تاجیکستان میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل از جهت استحصال نیروی برق تازه جای اول را می‌گیرد. در این راه با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان تجدید و ساختمان نیروگاه‌های آبی ادامه داشته طبق نقشه در جمهوری استحصال الکترومبیل، الکتروبوس و الکتروترالیبوس آغاز می‌گردد که ادامه منطقی سیاست حکومت در راه رشد اقتصادی سبز میباشد.